چطور؟ خیلی خوب باشید. در نو میکاپ ترین حالت ممکن اومدم دارم براتون ویدیو میگیرم. دیگه خیلی طول کشیده بود، واقعا وقت نمیشد و اینکه خیلی میپرسیدید و میپرسین همچنان، گفتم دیگه سریع ویدیو رو بگیرم براتون توضیح بدم. خب خیلی وقت همتون میدونید که من میخواستم از ایران برم، دوست داشتم، واقعا دوست نداشتم ایران زندگی کنم. از اول آدمی بودم که فکر میکردم میتونم ایران بمونم، تلاش کنم، کار کنم و به اون چیزایی که میخوام برسم. از 19 سالگی کارم رو شروع کردم، نناخون، همزمان با این که فکر کنم ترم 3 دانشگاه بودم اگه اشتباه نکنم، کارم رو شروع کردم، جای مختلفی کار کردم تا اینکه دیگه اواخر دانشگاه ناخون رو شروع کردم و حالا 4-5 ساله که دارم ناخون کار میکنم. خیلی دوست داشتم، همیشه ناخونام مرتب شده، لاک داشت، دیزاین داشت. دوست نداشتم که ناخونام ساده باشه، کلا دوست داشتم لاین ناخونا. دیگه از اونجایی هم که 2 بار تجربه بد داشتم، هر بار رفتم ناخونامو درست کنم و واقعا گند زدن. آخرین بار که از سالن اومدم بیرون، همون لحظه که رسیدم خونه به خانم گفتم میخوام برم لاین ناخون رو یاد بگیرم. اول خیلی مقاومت میکردن، مامانم و خواهرم جفتشون، که نه، خواهرم گفت اشباع شده، الان دیگه همه ناخون کار خودشونو دارن و اینا. قشنگ این جمله ها همیشه یادمه، ولی بهشون میگفتم من میتونم، اگه یه چیزی رو بخواید واقعا میتونید، بهش میرسید. فکر نکنید که نمیشه، همیشه یه راهی هست که شما متفاوت باشید، شما بتونید بهترین باشید، بهترین خودتون باشید، حداقل تلاشتون رو بکنید. چیزیه که من تو زندگی خودم یاد گرفتم. فکر میکردم میتونم ایران بمونم و زندگیمو بسازم، تلاش کنم. من واقعا تلاش کردم ولی دیدم نمیرسم و با بابام وقتی حرف زدم، چیزی که قانعش کرد که من بخوام از ایران برم حدود 1 سال پیش این بود که گفتم من چقدر اینجا کار کنم تا بتونم اون ماشینی که خودم دوست دارم خودم برای خودم بخرم، خودم بتونم کل زندگیمو بچرخونم. درسته از لحاظ مالی از خانوادم جدا شده بودم دیگه، هر کاری خودم دوست داشتم میکردم چون خودم درآمد خودم داشتم، اما باز باشون توی خونه زندگی میکردم، باهاشون بودم و خودم که به حالا اصطلاح میگن دستم تو جیب خودم بود، واقعا این گرون شدن هر چیزی رو حس میکردم و واسه من خیلی سخت بود. هر ماه کمتر میتونستم پس انداز کنم به اون نقطه‌ای که میخوام رو برسم و خیلی ناراحت کننده بود برام. و چون من 25 سالمه، دوست نداشتم که اینا، همیشه گفتم دوست نداشتم جوونیم رو اینجوری بگذرونم، دوست دارم خوش بگذرونم، دوست دارم یه ذره متفاوت باشم. وقتی حداقل 10 سال دیگه 35 سالم بود دیگه خیالم راحت باشه، بتونم واقعا زندگی کنم. الان جوونم، انرژیشو دارم، تواناییشو دارم، تو خودم میبینم که میتونم، پس ادامه میدم و واقعا زورمو میزنم. حداقل اگه نشد میگم اشکال نداره، من هر کاری کردم ولی نشد. دوست ندارم جز اون دسته آدمایی باشم که سنی میگذره و میگن کاش زودتر شروع میکردیم. اینا رو میذارم کنار. داستان استانبول و اینا، من خیلی ترکیه رو دوست داشتم و هنوز هم دوست دارم. فرهنگش، محیطش، زبانشون خیلی برام جذابه، خیلی زیاد، به خاطر همین دوست داشتم اونجا رو. و وقتی دیدم که شرایط مهاجرت به اونجا آسونه، واقعا اولش خیلی آسون بود ولی الان نیست و حتی لحظه به لحظه اون شرایطشون هم داره سخت‌تر میشه، شرایط زندگیشون. چیزی که من دیدم، شنیدم و حالا دوستان رفتن و تجربه هاشون گفتن یا با کسایی که از طریق دایرکت ارتباط میگرفتم و اینا، میدونم که الان خیلی راضی نیستن یه سری هاشون. البته اما پولدار باشی بری که اوکیه، ولی اگه معمولی باشی و بری اونجا به نظر من افت میکنی. نظر شخصی خودم. اول همه چیز اوکی بود، میخواستم برم و کاری هم قرار بود برم، با همین شغل ناخون قرار بود برم. با وکیلی که صحبت کرده بودم همه چیز اوکی بود تا اینکه خوردیم تو داستانه همین مهسا امینی و اینها.
همش خیلی پیچ تو پیچ بود. منم چون یه وقفه افتاده بود پیگیری نکرده بودم که دوباره بخوام برم، اصلا نمیدونستم بخوام چیکار کنم، تا اینکه تصمیم گرفتم که برم. از همون وکیله که خیلی بهش اعتماد داشتم پرسیدم، گفتم همچنان میتونی از اول کاری اقدام کنی بری. من گفتم اوکی دیگه حله. منتظر بودم که برم و یهو فهمیدم که نمیشه. بعد از چندین ماه، فرض کنید من مثلا آبان آذر از وکیله پرسیدم و آخرای مرداد فهمیدم که نمیتونم کاری برم. تصمیم بر این شد که تحصیلی اقدام کنم. تحصیلی رو پیگیری کردم، گفتم اوکی من پروتز زنان رو میخوام بخونم، چیز خوبیه فلان و اینا، در کنارش کار هم میکنم. دیدم نمیشه. یه سری رشته ها خب هستش که چون آزمایشگاه داره فلان اینا، نه لیسانس رو میتونستم اقدام کنم نه بر پروتز زنان و فلان و اینا. کلا بیخیال شدیم، گفتیم ارشد میخونیم. یعنی مدارکی که من ترجمه کردم برای همین لیسانس یا حالا پروتز و فلان و اینا، چون پروتز زنان تو ترکیه 2 سال است کاردانیه، فقط از فینیش تمامه. حالا اینا رو میذاریم کنار. فهمیدم نمیتونم کار کنم، چون میخواستم اول تحصیلی اقدام کنم که حالا در کنارش کار کنم، یا یه پلن این بود که اوکی تحصیلیم اقدام میکنم بعد تغییرش میدم، بهش میگن چالش مایزین، اونو میگیرم که برای کار و ایناست. خب همه اینا نشد. گفتم اوکی ارشد میخونم که اجازه کار هم داشته باشم. و بعد فهمیدیم که حالا وقتی ارشد مثلا فرضاً داری مدیریت میخونی، باید حوزه مدیریت کار کنی، نمیتونی بری یه چیز دیگه کار کنی. منم هیچ تجربه‌ای تو این زمینه نداشتم، پس کلاً کنسل میشد. خیلی سخت شد دیگه، نمیتونستم واقعا کاری بکنم و ساعتی هم که میتونستم کار کنم خیلی محدود بود. و از اونجایی که خب همه کارهای مهاجرتم رو خودم انجام دادم، مالی حالا هر چیزی که در نظر بگیرید همه چیش پای خودم بود، خودم خواستم اینجوری باشه و بابتش خیلی خوشحالم، چون وقتی به اون نقطه میرسی میگی خودم تونستم. خیلی برام جذابه این قضیه. همه کارشو کرده بودم ولی واقعا ترکیه نشد. کلاس رفتم، وقت گذاشتم، چقدر فیلم میدیدم که بتونم زبانم اوکی کنم، ولی واقعا بابت اون لحظه ها اصلا پشیمون نیستم اصلا، چون من هر کاری که لازم بود رو کردم ولی نشد. همزمان که برای ترکیه و اینا مثلا پیگیر بودم، چیز میکردم، پیجای مهاجرتی زیاد فالو داشتم، نگاه میکردم، تبلیغات عمان خیلی دیده بودم. حالا یه سری دوستا و آشناها هم که عمان بودن تعریفش رو شنیده بودم، حالا اطرافیان و اینا. به نظرم همیشه خوب می اومد، هیچ حس بدی بهش نداشتم اصلا، چون یه سری مثلا شاید گارد بگیرن در مورد مثلا چه میدونم کشورهای مثلا عربی و اینا، ولی واقعا که اونجوری فکر میکنید نیستن. در موردش توضیح میدم. خلاصه عمان رو دیدم شرایطش خوبه و اینا، گفتم خب اوکی چرا که نه، هزینه کمتری هم داره نسبت به ترکیه رفتن من، فدا سرم اگه مثلا اگه من کاری یا هزینه‌ای کردم برای ترکیه یا وقتی گذاشتم کنار، یه جای دیگر رو شروع میکنیم. البته این بین پرانتز باز کنم که من خیلی از کشورها رو چک کردم، واقعا این که بدونی چی میخوای و چی با شرایط تو جوره خیلی مهمه. واقعا هدفه باید خیلی مشخص شده باشه، اینکه تو داری میری که چی کار کنی، چه کارایی میتونی بکنی، نه اینکه فقط بریم. همینجا عمان، از من تو این چند وقتی که اومدم حالا واقعا فهمیدم یه سری خیلی بی‌برنامه‌ان و اصلا هم ربطی به سن و سال نداره. مرده اومده زن و بچه داره و فلان و اینا، اومده اینجا که مثلا کار کنه بره اوکی، چه همه چی که خانواده‌شو بیاره، ولی انقدر بی‌برنامه است یه دونه کار درست حسابی نمیتونه واسه خودش انجام بده. نه فقط این آقا، خیلی ها رو واقعا تو این تایم دیدم و شنیدم از بقیه که حتی پول نداشتن و اومدن. خب چرا میای؟ چرا میخوای زندگی تو سخت‌تر کنی؟ اوکی عمان شرایطش خوبه واقعا، ولی پول نریخته. خیلی اینجا همه چیز به نظر من اوکیه، ولی واقعا تو یه کاری بلد باشی که اون پول رو بتونی به دست بیاری و راحت زندگی کنی. اصلا هر جایی میخواید برید
مشخص شده باشه خواهشاً. چون خیلی ها رو اینجا دیدم که به بنبست خوردن، نه فقط عمان، شما هر جای دنیا برید همینه به نظرم. ایمن خیلی از کشورها رو چک کردم، روش‌های مختلف رفتن رو بررسی کردم، ولی واقعاً با شرایط خودم کاری رفتن بهترین گزینه بود و عمان به نظر من گزینه خیلی خوبی بود. به ایران خیلی نزدیکه، راحت میتونم رفت و آمد کنم، اگه نتونستم خانواده‌ام میتونن بیان، چی از این بهتر. و اینکه اینجا به شدت به نظر من به ایرانیا ارزش و احترام قائلن، به خاطر اینکه من توی سالن که کار میکنم وقتی میخوان ازم تعریف کنن، مثلا یه مشتری اومده مثلا میگه ناخن میخوام فلان و اینا، اون رسپشنه که حالا مانچه اینجور چیزاست، منو که میخواد معرفی کنه میگه این ناخن کارمونه ایرانیه ها، من فلان، من عالیه اینجوریه فلان بسار. بعد مشتری که تا قبلش با من عادی سلام علیک کرده بود با روی اینجوری خوش و اینا خیلی تحویل میگیره و یهو انگار میبرنت بالا. این خیلی حس اینجا غرور خوبی بهم میده، اصلا لذت میبرم ازش. این که جایگاه خیلی بالایی بر در نظر میگیرن. تو تاکسی میشینم جایی میخوام برم، خیلی آدمای مهربونین، خیلی زیاد. وقتی با هم حرف میزنم و میفهمم ایرانیم اصلا از این رو به اون رو میشن، خیلی گرم میگیرن، تحویلت میگیرن. حتی تو فرودگاه دیدم که من حالا تو صف که بودیم میخواستم پاسپورت و اینا رو چک کنم مهر بزنن، جلوی من حالا از کشورهای مختلف بودن، پلیسا اینجا همه با اخم و خشن و اینا. بعدی که پاسپورت منو دید فهمید ایرانیم، انقدر تحویلم گرفت، به بقیه گفت ایرانیه. خیلی حس خوبی بود خلاصه. آدمای به شدت مهربونین. من 2 بار تو تاکسی بودم و واقعا حالم بد بود. روز اولی که رسیده بودم تجربه خیلی بدی داشتم، رفتم یه مصاحبه توی یک از سالنایی که از ایران هماهنگ کرده بودم، حسم خیلی بد بود. وقتی داشتم برمیگشتم هاستل و اینا خیلی حالم بد بود، تو تاکسی گریه کردم و اون آقایی که راننده تاکسی بود انقدر با من صحبت کرد، واقعا یه لحظه اومدم پایین، یعنی اصلا خیلی حالم بهتر شد. یه چیز بهتون بگم، من ایران بودم فکر میکردم که من سطح زبانم معمولیه، ولی واقعا اومدم میگم نه واقعا اونجوری که فکر میکردم با زبانم خیلی خوبه، نه واقعا تو شرایط آدم قرار میگیره و زبانش فهم میشه نمیدونم چیه، ولی خدا رو شکر هیچ مشکلی ندارم اینکه بخوام باشون ارتباط بگیرم یا هر چیزی، خیلی راحت باشون حرف میزنم، همشون انگلیسی بلدن. حتی بچه‌های کوچولوی مثلا 3-4 سالشون اینو بلبل انگلیسی حرف میزنن، تو سالن میبینم مثلا با مامانشون میان سالن و اینا و مامانا هم باهاشون انگلیسی حرف میزنن، عربی حرف نمیزنن. خیلی برام جالب بود، نمیدونم چرا، ولی خیلی آدمای خوبین، خیلی ارزش و احترام برات قائلن، اصلا اونجوری که فکر میکنیم نیستن. در مورد حجاب و اینا پرسیدید، اینجا آزادید هر چی بپوشید، اصلا نگاهتون نمیکنن اصلا. واقعا من ندیدم که کسی بخواد بد نگاه کنه یا چیزی، اصلا واقعا نه. مثلا هر دلت میخواد برو بیرون راحتی. دیگه بهتون بگم که اومدم عمان و خیلی راضیم، خیلی خوشحالم، به خاطر اینکه یکی از شانس‌های بزرگی که داشتم با آدمای خیلی خوبی آشنا شدم، خیلی زیاد. مژگان، آلبرت، پویا، بچهای ثابت اینجان و مژگان که مدیریت اینجا رو داره، آلبرت هم قدیمیه، مسقط فکر کنم 12 سال اینجاست و پویا هم که دیجی اینجاست و یه دیجی خوبه، مسقطه. ما برنامه‌اش میریم، خیلی خوش میگذره، میتره کنه کسایی که مسقطید بیاید حتما، خیلی خوش میگذره. دوستای خیلی خوبی پیدا کردم، خیلی دوستای خوبی پیدا کردم، تعدادشون ماشاءالله بزنم به تخت خیلی زیاده. خوشحالم از این موضوع، واقعا کمکم کردن خیلی زیاد، اصلا نمیدونم چجوری جبرانش کنم، اینجوری بهتون بگم. خیلی هوامو داشتن، خیلی زیاد. مژگان عزیزم
واقعا ازش ممنونم. اگه نبود یه جایی کم می آوردم احساس میکنم، چون نمیدونستم باید چی کار کنم. مثلا یه سری سالانا برای مصاحبه میرفتم، نمیدونستم واقعا خوبه یا نه، و با مژگان و آلبرت صحبت میکردم، این دوتا هی راهنمایی میکردن، اون گزینه خوبه رو پیدا میکردم بالاخره. خیلی خوبن. امیدوارم اگه میخواید بیاید مسقط بیاید اینجا، یعنی اینجا رو انتخاب کنید. اصلا بدون شک خیلی بهتون خوش میگذره، خیلی خیلی زیاد. ما انقدر اینجا میخندیم و لحظه های خوب داریم. من قراره برم حالا توی اون چجوری بگم اسکان، انقدر اکومودیشن اسکانی که اون حالا کارفرمام داره بهم میده، واقعا ناراحتم، از یه بخشی از قلبم ناراحته، به خاطر که اینجا خیلی خوبه، خیلی حس مثبتی داره. اصلا حتی اگه خب نمیشه گفت اینجا آدم ناراحت نمیشه، مخصوصا اوایل که میای یه لحظه های اینجوری قلبت اینجوری مچول میشه، ولی انقدر که باهات صحبت میکنن و میگن و میخندن تو رو از اون حال بده میکشن بیرون. خیلی آدمای خوبی هن. عمان خیلی برای من خوب بود تا اینجا، امیدوارم همینجوری ادامه داشته باشه. و خیلی ناراحت میشم که میبینم چقدر متفاوته زندگی اینجا و ایران، و امیدوارم که ایرانم به زودی خیلی خوب بشه. ته قلبم دارم میگم. ولی در مورد اینکه اینجا با کی اومدم و چجوری اومدم، تنها اومدم. اینو چند نفر پرسیده بودن، من تنها اومدم اینجا. ایشالا به زودی خانواده بیان اینجا سفر پیشم. منم فکر میکنم که پاییز این حدودا باید بیام، چون میخوام چشامو لیزیک کنم. یه سفر باید بیام، نمیدونم دقیقاً کی، ولی ایشالا به زودی. در مورد این که ازم پرسیدین ویزا و اینا چجوری، ویزا 2 ساله است، شما تمدیدش میکنید، هیچ مشکلی هم نه. اگه واقعا قوانین رو رعایت کنید و فلان طبق چیزایی که حالا خوندم، هیچ مشکلی پیش نمیاد و براتون تمدیدش میکنن. حالا از چه روشایی هم که میتونید بیاید، معمولا هم ثبت شرکت میکنن، چون خونه یه ذره گرونه تا اونجایی که من متوجه شدم، و از ایران من خیلی پیگیر بودم میخوندم و قیمت و اینا یه ذره گرونه. اگه حالا وضع خوبه میتونید خونه رو بگیرید، ولی معمولا همه ثبت شرکت میکنن. ولی خب برای من راحت ترین چیز کاری بود، چون کارفرما خودش همه وسیله ها رو میخره، وسایل کارتون رو، ویزاتون هم خودش هزینه‌شو میده میزنه، و دیگه بهتون بگم یه اتاقی حالت استودیو تور هم بهتون میده، یا یه خونه‌ای میگیره که چند تا اتاق داره و بچهای سالن اونجان و خیلی هم نزدیکه به سالن، یعنی شما هزینه رفت آمدم ندارید. بعضی از سالن ها غذا هم میدن، حالا این دیگه بستگی به کارفرماتون داره، که اکثرا نمیدن، بعضیاشون میدن. من فقط 2 تا 3 تا سالن دیدم که مثلا میگفته غذا هم میدم و اینا. دیگه بهتون بگم که دم خودتون رو میارید اینجا خیلی سخت نیست، ولی خب این که میگید چجوری کار پیدا کردم و اینا، خب خودم پیداش کردم دیگه. خیلی سالهای مختلف رفتم، از ایران با خیلی هماهنگ کردم، یه سری هم اینجا بچه‌ها به معرفی کردن رفتم دیگه. پول به کاریابی ها ندید لطفاً چون خودتون میتونید کار پیدا کنید واقعا اگه حرفه‌ای هستید، چون اینجا ماشاءالله ایرانی های عزیز همه جای گلی کاشتن اینجا انقدر اومدن نمونه کارهای فیک نشون دادن، بعد مثلا باید حضور بیاید تست بدید، یعنی از ایران براتون ویزا کاری نمیزنن، یعنی بهتر که بیاید اینجا و اینکه حضوری برید اصلا خودتون سالنا رو ببینید. چرا بخواید کاریابی و اینا پول بدین؟ چون بعضی از این کاریابی‌ها با این کارفرما اینجوری هماهنگ میشن، شما رو میکشونن و یکم ازتون کار میشه و فینیش تمام. شما پول به کاریابی دادید، اونجا هم کار کردید، پولی آنچنانی الان ندارید دیگه و واقعا آواره میشید، اینجوری بهتون بگم. حالا بازم اگه سوالی چیزی دارید براتون کامل توضیح میدم، خیلی طولانی شد.
خیلی سوال پرسیده بودید، یه سریشو واقعا یادم رفته، ولی اگه یادم اومد دوباره براتون استوری میذارم دیگه. بهتون بگم که سوالی داشتید بپرسید دایرکت، یا بهتون میگم. از آب و هوا خیلی پرسیدید بچه‌ها. اینجوری بهتون بگم که آب به شدت جوشه. صبح اگه میخواد برید WC خیلی کوتاه مختصره، خیلی خودتون نمیدونید بشید. آب جوشه، جوش واقعا جوشه. فکر نکنید دارم چرت و پرت میگم، بخار میده. و اینکه این تایم الان خیلی گرمه، میشه تحملش کرد. و اینکه شما هر جا میرید کولر روشنه، اصلا شما اون گرما رو احساس نمیکنید، ولی خیلی گرمه الان هوا. فکر کنم یه ماهی گرمه و دیگه گرم عادی میشه. اینجا هم هوای سرد آنچنان وجود نداره، فقط یه تایم خیلی کوتاهی، مثلا اگه شبا در حد فکر کنم یه هودی بپوشید، چون جایی که من از دوستان شنیدم و اینا. دیگه بهتون چی میخواستم بگم؟ یادم رفت. اگه با سوالی داشتید بپرسید جوابتون میدم. یه سوال در مورد چیز پرسیدید، روزهای کاری و ساعت کاری. سالانه مختلف متفاوته. سالانه که من الان هستم واسه تسته، قرار شده چند وقتی کار کنیم، بعد بر ویزا و اینا حالا اقدام میکنیم. ساعت کاری من 10 تا 8، جمعه ها 1 تا 8 و یک شنبه ها هم تعطیلم. اینجوریه. حالا این بین این که از صبح تا شب هستم، این تایم هم حدود 1 ساعت اینا، 1 ساعت تایم نهار دارم. میتونم از سالن برم هر جایی که دلم خواست، 1 ساعت و نیم آزادم دیگه. این تایم عیدشون خیلی شلوغ بوده، معمولا روزای دیگه اینجوری نیست. و در مورد مانیکور و فلان و اینا که پرسیدید، روششون کاملا متفاوته. مانیکور با ریموو کوتیکولای کوتیکول ریموو چیز میکنن، کات میکنن کوتیکولا رو اینا رو. مثلا یک مشتری خفنی که میخواد پول خرج کنه، مثلا میگن نسیم ایرانیه، مانیکور روسی بلده، مثلا دیگه تای خفنیشونه اینجوری. یا مثلا اینجوری بهتون بگم خیلی خسیسن، خیلی زیاد. تو سالانی که هستم واقعا همه سر تا پاشون برنده، خیلی خوش تیپن همشون، ولی انقدر خسیسن که عصبیت میکنن. مثلا میاد ژلیش میکنه، ژل پالیش بر ناخن و اینا، فرم دهی و اینا قیمتش جداه، ژل پالیش قیمتش جداه، مانیکور هم قیمتش جداه. مثلا میاد چیکار میکنه؟ میگه فرم بده و ژل پالیش کن برام، مانیکور نمیخوام برای اینکه هزینه بیشتر نده. یا مثلا میاد چیکار میکنه؟ خودش خونه فرم داده، یه ذره کوتیکولاشو عقب داده، میگه فقط ژل پالیش کن. اصلا اکثرا هم که ژل پالیش نمیکنن، همشون لاک عادی. وای دیوونت میکنن. ولی لاک عادی میدونید که کش میاد و اینا، اصلا رو اعصابه. ولی اکثرا اینجوری هم و خیلی به خودشون میرسن، اصلا شدید. میگم برای یه لاک عادی پا میشن میان سالن، یا فقط میان ناخونشون رو فرم میدن. فقط چه کاری، خودتون فرم بدید دیگه. یه ذره سیستمشون واقعا با ما متفاوته. لامینت که اصلا قفله براشون، نمیدونم فکر کنم لامینت چیه. دیگه واقعا یادم نمیاد. لاینایی که خیلی اینجا طرفدار داره شنیوم بوده، خیلی میان موهاشون رو براشینگ میکنن و اینکه لولی میکنن و اینا. با ناخون و مانیکور پدیکوره دیگه، مانیکور پدیکور اینا خیلی زیاد طرفدار داره، خیلی زیاد. دیگه واقعا یادم نمیاد. سوالی داشتید ازم بپرسید. مرسی، خیلی پیام‌های خوشگل ازتون دارم، خیلی زیاد، و خیلیاتون به من حس خوبی میدید، یه انرژی میدید که آدم اینجوری حالش خوب میشه.
خیلی دلتنگتونم، مشتری های قشنگم، خیلی زیاد لحظه های خیلی خوبی کنارتون داشتم و امیدوارم دوباره ببینمتون. دلم واقعا واسه اون غیبت ها تنگ شده. خیلی بهم عکس ناخوناتون رو دادید، یادم رفت بذارم، واقعا یادم رفته و یه سریاتون هنوز ناخون درست نکردید، یه سریاتون ریموف کردید. مرسی به این وفاداری، ولی ناخوناتون درست کنید، اشکال نداره، میبخشم. دیگه بهتون بگم که مراقب خودتون باشید، سوال داشتید بپرسید، من تا جایی که بدونم بهتون اطلاعاتو میدم. نمیتونم چیزی که نمیتونم رو بگم، چون در مورد مشاغل مختلف ازم پرسیدید، واقعا اطلاع ندارم اونقدر، چون من تو ایران بودم همش کاری نگاه میکردم، مثلا مشاغل کاری و فلان و اینا، چیزای لاین آرایشی، ولی دیدم چیزهای غیر مرتبط آرایشی و اینا. اگه هم ندونم و بچه ها میپرسم بهتون میگم، چون اینا خب قدیمی هن، اینجا بودن، اطلاعاتشون خیلی زیاده، خودشون مشاغل مختلفی و اینجا استارت زدن و حالا نشده یا نخواستن ادامه بدن، به خاطر همین تجربه زیادی دارن. اگه سوالی بود ازشون میپرسم بهتون میگم. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. بوس.